کاش که چیزم من داشتم. چیز تو پایه عکس الکو چی؟ حدس بزنی چی؟ موچته؟ آره موچته چقدر چیز رنگی چیه خواه؟ تیمور تیمور من چی بگم خواه؟ ها اون چیه که یه پا داره یه چشم داره؟ سوزن نه با چیه؟ یه پا داره یه چشم داره. تو بله من بگم چیه که 3 تا چیز داره، یکیش آروم راه میره، یکیش متوسط راه میره، یکیش خیلی تون راه میره. دنده نه دنده دیگه ساعت اقربش خب بریم کوه آقا کوه کدوم کوه همون کوهی که نمیدونم کیلونه کرده چا دنبال هیزمیم علی میخواد بذاری توی اینستا دارم من میگه اینستا دارم من میگه بیا تا اینجا که بیشتری دارم اگه صفحه پست بگیریم برو بگه تو فقط میری دور بزنی بعد برمیگردی میگه با عادت نیست چون اینجا تجاوز شده ما یکی رو چیه اینجا من نمیدونم ما یکی رو کندن آقا خیلی فکرم بادمات زیاده آقا خار زیاد داره خار داره کار داره هیزان که اینجا همش خاره یه درست خاره ولی بیکاره اون یکی دیگه ولی سری بعد خواستی فیلم بگیری ضرب المثل تو تمرین کن کم نیاری کم میارم دفعه بعدی میگم کم نیاره بگیر برو هیزم دنبال هیزم بگیره هیزم محمد زوم این وسط بزن بهتره من او برشو ببند خب باد نیاد کجا نام اینا پر نزن دیگه اونو میخوادیم فیلم میگه یه تفریح درست حسابی در تابستون تو مشهد بیاری منوز باجا با این 1 کیلو شرطی شده این میگه یه تفریح خوبه الان دیگه آتیش وسط اصلا باجا نیست آتیش اصلا وسط نیست آره فقط بعد ژل می آوردیم ژل آتیش زد نگاه دست ما خواهد همش داره از اون نگاه چقدر خار رفته نگاه من کل دستم پر خار دارم محمد بچه ها میزنم تسلیم شو تو بده من خب میگه بندازن دیگه بده من تو بنداز بیا بگیرش باشه برو یلا بیا بگیرش سرکار ببینیم اون پشت مشتا با هم بازی کنیم سرکار من بازی دوست دارم سرکار من بابا میشم تو زن باشه سرکار من بابا میشم تو زن باشه باشه بریم اونجا پشت تپه ها بریم این تپه
کارای قشنگ انجام بدی. جون سخت فقط زن قشنگ شوهر قشنگه. آفرین شوهر جون بدن جون محمد شوهر قشنگه. خم شو بگیرن برو دستا بالا تشکری. نه هست انشاءالله که بده. شوهر کرده تو لباسش چی؟ همین های یکی دیگه هم هست آمد بزرگی. شما چی؟ میاریم هنوز آتیش. چای ریختی؟ خیلی بذاریم که انشالله. آهای دسته بالا. خود جای دیگه نداشت بچه ها بیان بشینیم چای بخوریم. بنگ گفت فرشمت عکس چایی میگیری؟ آره اوه چطور؟ به این داغه؟ بده من داغه هرگز. داغه اسمانی بگی داغه نیست بخور. فکر نکنم همه پخته باشیم بخور باید بوش مشخص. نمید بشوری بخور زغال بخور. پلاستیک آب میشه بازم. نه پلاستیک آب نمیشه. برو پلاستیک داشت یا پلاستیک نه اینا ببینم سلام. تو بیا وقت بلندتر بیا لسه تو بیا سلام به رادیو. امروز سیب زمینی چه سیب زمینی ها نشون بدم. سیب زمینی پخته. دیپ دمینی دیپ دمینی. خب نمک یک گازی بزنه. یه گاز بزن بزن تو. سلامتی ها بخور. خام محمد خسیس بازی در نیاد اول گاز باید بزنی. من بدون گاز ما اینطوری بریزیم ها چی میگی؟ به کو بده نشون بده سفید شو نمک فشار میبره بالا نمیاد جاتون خالیه واقعا. نمیاد الان یه جوری میاد که گریت در بیاد خوبه دیگه عیز خشون بود. او نه چوبه. این اصلا این اصولا اصلا نگاه کن جاتون خالیه. به این میگن سیب زمینی در جایی. منم باشم آقا بفهم. نکنین آقا خب تا اینجا من نیستم خیلی بیشوری خیلی خب حالا من میتونم اوی چون سیب زمینی همون کوچولو نبود. آره راست میگی سیب زمینی چون نشون بده مثل این با کوچولو باشه که زود بپزه. ولی اینا هم کوچولو بده من کوچولو بود. من تقریبا بزرگ. جاب میجوز سفتن ولی خیلی خوش مزه. نه بچه آره خوب چسبید حال ولی سوس اگر میزنیم بچه خیلی بارده. خفه شو بخور تا حالا خوردی خود انشالله بلا. نظرتون چیه بچه؟ اون که اون بلال نه دیگه هرکی برای خودش بخره. چه علی اصغر یه دونه برای خودش بخره. من برای این سیکتی بریش یعنی چی؟ معنی خاصی نداره همونجا علکی بود اهل دلاش چه سفت آجه داره صفر میشه هنگاریم گله. بکنم همین هموز
علی دیگه برو اونورتر تا میگم برو اونورتر آقا به تو من میرم سلام بریم بالا یه نوشابه بزنیم. آقا نوشابه اومدین رستورانه آقا خدافظی کنم. کربلا راست میگه خداحافظ آقا محمد تو هم خدافظ. محمد نمک بریزم. خداحافظی کن مال محمد از همه گنده‌تر برفی شد محمد. بخورت نداره خوشمزه. آره خدا نگهدار. محمد پرخور مایه خدا بای بای خداحافظ خداحافظی میکنم بچه‌ها خداحافظ تا ویدیو دیگه.